من بیزار شدم از همین زندگی میفهمی؟ برا آخی مردک برا میگم. السلام علیکم. پسرم دخترم این خودش چی گفت؟ خب بیایید درایید. را پدر من نگاه کن، من دست رو من میشومه بیام. خب ما باید هرگز فراموش نسازیم که فضای آرام و آسودگی کشور خیلی با نرخگران به دست آمده است. محض جانفدایی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که امروز ما در چنین وطنی آباد و زیبا آسوده زندگی میکنیم و هر یک شهروند تاجیکستان وظیفه‌دار است که به قدر این نعمت بزرگ برسد. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز. پدر جان خوش آمدید. تشویش نکش دخترم، گذشتین. خب پسرم در وقتهای ما چیزی که بیرون میشد پیش از پرتافتن فکری ساز کردنش هم میکردم. زندگی خود مبارزه است. باید از پیشوای معظم ملت عبرت بگیریم. دولتی که به نیستی میرفت دولت ساختند، جان خود را در خطر ماندند، ملت را به هم آوردند. تو باشی یک عائله را به هم آورده نمیتوانی. آغم کودکانت را بخور. ببین در دولت‌های دیگر جنگ و جدال رفته ایستاده است، خونریزی، آدم کشی. کودکان از گرسنگی میمیرند. میفهمی؟ ما باید آرام و آسوده زندگی کرده از چنین دولت زیبا و از چنین پرزیدنت شکرانه کنیم. پدر جان من خطاگیم رو فهمیدم، دیگر تکرار نمیشود. حالا باشد به دستورخوان شده این روز مقدس و مبارک را قید میکنیم. نه برای شیرین. آن که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو